رئیس صاحب خیر ماش مرا بالا ببر. حالا ماش 300 بالا نبردم. رئیس صاحب 3 سال میگه تو 300 ماش مرا بالا بردی. مزدور کار کنه سر چاپ کار کنه قدر سر سال. حالا بس نیست 300. رئیس صاحب ببخشید بیادر جان قیمت از این لباس مقبولتون چند است؟ ماشم بالا. همچنین تو لباس کنه ما اومدم. دیگه به قیمت اینم لباس 18000. خب اگه تو فکس 18000 سودا کردی ماش رو من میبرم بالا. صحیح. آفرین بچه. یک دقیقه رئیس صاحب اگر میره من 36000 سودا کردم نه ماش مرا دو چند میکنی؟ دو چند میکنه. صحیح سال مرا رفتم رئیس صاحب. هیچ امکان نداره سر یک زنی دو چند سودا کنه. این یک آرزو رو در خواب ببری. خاله جان قنبه‌ای میگن لباس مایه بروش دنباله‌دار میفهمی مکمل دزدوزی است و خاص به خاطر سلیقه خودت است. چطور شناختی؟ خاله جان تو مشتری ماستی ما چطور سلیقه تو رو نفهمید؟ دیگه این لباسک بر خود می 70000 افغانی. 70000 بله. 300 روپیه خاله جان 300 چی؟ مذاق کردم 15000 میره حساب کن. نه 15000 خاله جان نمیشه. با این زیبایی که داره بر خود نهایی بر حساب میگم 65000 افغانی. 65000 قیمت است 20000 جات نمیتونه. خاله جان سایکو این چه قضایی زحمت کشیده این لباس با این شکوش برای تو حساب میگم 55. ببین گپت خیر 2000 دگام زیاد میگن 22000. نه خاله جان خیلی نمیشه. اما اگه گرفتنی هستی چلو قاس قوارت خوش اومد 25000. چلو بر حساب میگم از پول. چرا 1000 که زیاد است. بر 30000 حساب کن دیگه تو بالا نرو. خاله جان امی 37000 روپیه 37000 روپیه 37000 روپیه خب بخینه میتونم 36000 روپیه حساب کن. صحیح برو 36000 روپیه صفقه سره میگه